با سلام و خسته نباشید. ایده جایگزین کردن پوشال توی کولرهای سلولوزی. از اونجایی که کولرهای سلولوزی یه مقداری هزینهشون بالاه و پوشالهای مخصوص خودشون رو که بخواید تهیه کنید نزدیک به 1,500,000 تا 2 میلیون هزینهشه. به جای اون میتونید از این روشی که بهتون میگم از جای پوشال به جای اون سلولوزی مخصوص استفاده کنید. همینطور که میبینید ما کلا پوشالای سلولوزی در میاریم تمیز، فقط این توری سفید پشتش میمونه. پوشال رو قرار میدیم جاش. مهمترین نکتهش اینه این دوتا میله‌ای که این بغله روی اینجا بسته میشه، این دوتا این بغلی ها رو پوشال رو قرار میدیم زیر این لبه این و اینو با یه چکش لبه هاشو صاف میکنیم، با یه چکش به این گیر میدیم که پوشال اینجا لیز نخوره. این طرفش هم همینطور قرار میدیم کیپ به کیپ بشه و دو تا از این آهنه مخصوص برای پوشال این هم قرار میدیم و سایز بزرگش رو میگیریم، حالا سایز کولرتون، که این لبه ها بره اینجا قشنگ گیر کنه. ببین قشنگ گیر کنه و با دو تا مفتول از اینجا از اینم اینجا به این ور توری گیرش میدیم اینجا با اینجا و این پایینش رو میذاریم یه مقدار به سمت داخل بمونه که آب بیرون نزنه و نه داخلش رو ببینید قشنگ کامل خیس میخوره همه اون سمتش که معلوم نیست و اینم بالا و به همین راحتی با 300 تومان کار جمع میشه. خوشتون اومد سابسکرایب هم یادتون نره تا آموزش های بعدی.